بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمة ولی الله، یا سیدتی و مولاتی یا فاطمة المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام مردم، هم نفسای یاد خدا، هم شهری شهر الله. الهی که خوب باشین، خیلی خیلی خوب باشین. طاعات و عبادات و همه کارهای خوبی که کردین تا اینجا ضیافت الله، الهی که یک جا مورد قبول صاحب خانه قرار گرفته باشه. یه چیزی بگم شاید باورتون نشه، ولی این آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضانه. متاسفانه باید بگیم، خیلی باید تأسف بخوریم که این آخرین شب جمعه ماه مبارک. البته که 3 روز دیگه هنوز باقی مونده از ماه مبارک، منتها شب جمعه ها دیگه تموم میشه در ماه مبارک رمضان. شب جمعه همینجوریش در رحمت خدا روی بنده ها باز، سید شب‌های هفته است و دعا به اجابت نزدیک. شب جمعه‌ای که توی ماه مبارک، ماه رحمت و مغفرت و برکت و اجابت باشه که دیگه کولاکه. آره الان هممون همین الان زیر باران، زیر کولاک رحمت خدا قرار گرفتیم، الحمدلله رب العالمین. امشبم شب 27 ماه مبارک هم هست، شب خاصی. حالا از استاد محمدی شارودی خواهم خواست که راجع به امشب مخصوصا از حیث شب 27 هم توضیح بدن. منتها اونجایی که شب جمعه است، یه 2 بیت من محضر بیبی حضرت کریمه عرض بکنم، بریم اولین شاخه گل برنامه امروز رو استشمام بکنید، هدیه کنیم خدمتتون، برگردیم و گفتگو رو شروع کنیم. عرض میکنم به محضر بیبی: بده در راه خدا، من به خدا محتاجم. گداهای شب جمعه رو دیدین چجوری گدایی میکنن؟ اگه بتونیم امشب اینجوری گدایی کنیم خیلی خوشگل میشه، دستمون رو پر میکنن. بده در راه خدا، من به خدا محتاجم. من به بخشندگی آل عبا محتاجم. خانم جان، از قنوت سحر مادرتان جا ماندم. دختر حضرت زهرا به دعا محتاجم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. الهی که به دعای حضرت، به نگاه پرمهر حضرت کریمه، امشب همه این زائران و مجاوران حضرت، همه شما پای تلویزیون که دلتون اومده اینجا زیارت، همه دست پر برگردین از در خونه بیبی سر سفره کریمانشون. از این فیشای حضرتی هم خیلی زود نصیبتون بشه. نامردا یه جوری هم این کوبیده های حرم و مهمونسرا رو نشون داده. من قبل برنامه دیدم خودم دلم آب افتاد. شما هم زبون روزه، حالا ان شاءالله که خدا قسمت بکنه. حالا 3 روز باقی مونده، دوست دارین تشریف بیارین اینجا. سفره کریمانه هم هر شب پهن، ان شاءالله قسمت شما هم بشه غذای حضرتی. آقا محمد حسین احمدی لوی عزیز از قم به شما تبریک میگم. شما برنده روز گذشته ما شدین. یه دونه از این پرچمای متبرک که ما همین الان تبرک میجوییم
خدمت شما تقدیم خواهد شد. این پرچم ها مدت زیادی داخل گنبد حرم مطهر بوده. عبارت یا معصومه رو شما هم اگه تا اذان مغرب امشب عزیزانی که اینجا هم هستن این امکان براشون هست، عبارت یا معصومه سلام الله علیها رو اگر به 3011-22 ارسال بفرمایید، به قید قرعه ما به یک نفر امروز هم با افتخار روی چشم و قلبمون میگذاریم این پرچم رو تقدیم میکنیم. حالا چون دوستان اینجا زیرنویس رو نمیبینم من یه بار دیگه عرض میکنم 3011-22 عبارت یا معصومه رو میتونید ارسال بفرمایید. سلام علیکم استاد محمدی شاردی عزیز، خیر مقدم قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عزیزانی که در خدمتشون هستیم در این حرم شریف. آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، نمازها، روزها، آرزوی برخورداری از فیوزات و برکات این ماه، بقیه این ماه، مخصوصا امشب که شب بسیار مهمی است. امشب امام سجاد علیه السلام سر شب تا صبح یه دعایی رو میخوند که من برای دوستان میخونم، ان شاءالله یاد بگیرن و بخونم. غسلش به طور ویژه امشب مستحب، البته تمام شب‌های دهه آخر غسل داره، ولی امشب که شب 27 باشه غسل ویژه‌ای داره. اهل سنت امشب رو شب قدر میدونن. آره امشب خیلی احترام داره. شما تو مسجد حرام اگه بخواد این شب رو وارد مسجد حرام بشید تا 24 ساعت دیگه نمیتونید خارج بشید، اونجا از بس جمعیت زیاده. ان شاءالله که دوستان فرصت داشته باشن استفاده بکنن. خدای متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاءالله که اون چیزی که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان ما و شما جاری بشه و نتیجه برنامه این بشه که ما گامی در جهت معرفت دینی و تفقه در دین برداریم. اما اون دعای امام سجاد که مرتب این شب تا صبح میخوند این بود: اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا روزی من کن. روزی فقط روزی مادی نیست، روزی معنوی خیلی مهمتره. زیارت روزی است، نماز روزی است و روزه گرفتن خودش از بالاترین روزی هاست. اینجا امام سجاد 3 تا روزی از خدا تقاضا میکنه در این شب. یک، تجافی عن دار الغرور. تجافی یعنی نیمخیز شدن، از جا کنده شدن. گویش ما به زمین چسبیدیم که همینطور هم هست، به دنیا چسبیدیم، باید از خدا بخوایم که روزی ما بکنه که حالت نیمخیز داشته باشیم. تجافی اون زمانی که شما یه رکعت از امام جماعت عقب میمونید، رکعتی که در تشهد میخونه شما نیمخیز میشید، اون میگن تجافی. اون حالت استارت دونده ها رو بهش میگن تجافی که تا شلیک شد میپرن از جا. ما از این دار غرور بکنیم خودمون رو. دار غرور یعنی گول زدن. به عربی غرور معنای تکبر نیست، معنای گول خوردن، گول زدن، گول. از این سرایی که گول میزنه آدم، از این خودمون رو بکنیم. روزی میخواد. دو، توجه داشت بیم به مقصد اصلی، مقصدی که همیشه باید اونجا باشیم. از امام سوال کردن که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه. درباره چی فکر کنیم که بنده یک عمر عبادت فضیلت داشته باشه؟ یه ساعت انسان فکر کنه بنده یه عمر عبادت فضیلت داشته باشه. فرمود درباره مقصد، درباره مرگ کجا میخوام بریم، اون طرف چه خبره. یه ساعت انسان فکر کنه، به اونجا توجه کنه، انابه، بازگشت، توجه به اون دار خلود. و سوم استعداد سفر. دست خالی نریم، ناگهانی نریم. حالا استعداد سفر یعنی چیکار کنیم؟ همین سوال از امیرالمومنین پرسیدم، فرمود 3 کار انجام بدید: اداء الفرائض والاجتناب عن المحارم والاشتمال علی المکارم. واجباتون انجام بدید، مستحبات باشه طلبتون. خب حرام ها رو ترک کنید، مکروهات باشه طلبتون. مکارم اخلاق هم به دست بیارید. دیگه لا یوالی ابقى علی الموت و الموت یقع علیه والله لابن ابی طالب لا یوالی ابقى علی الموت و الموت. این 3 کار انجام بدید، باکتون نباشه. هر موقع بانگ الرحیل اومد که بلند شو میخواید بریم، بگید چاش من آمادم، من اون 3 تا کاری که باید انجام میدادم انجام دادم و بار سفر بسته هست و دیگه دنبال کفش و کلاه نمیگردیم. خب امشب این دعای بسیار شریف و بسیار عزیز، همین 3 تا درست بشه انسان کارش تمومه.
از اینجایی که موقته از این کاروانسرا دل بکنه، به اون جایی که میخواد همیشه بمونه توجه کنه و استعداد و آمادگی رفتن هم داشته باشه که گفتیم یعنی چه. استعداد موت رو هم توضیح دادیم برای الهیام به دعای حضرت انشاءالله. به نظرم اگه کسی واجباتش انجام بده، از محرمات هم دوری کنه، ترک محرمات کنه، اخلاقش هم خوب باشه، خواه ناخواه فرصت برای مستحبات هم ایجاد براش خواهد شد. کسی که تو این ریل بیفته یه نور. حالا چون از اینجا شروع کردیم شب جمعه و شب 27 و دعا و توبه و فلانی حرفا، اجازه بدید من قبل از ورود به سوالات مربوط به سحر و جادو که خیلی هم ظاهرا مبتلا به داره، چون سوالات زیادی دریافت کردیم، حالا من سوالات گلچین کردم، یه سوال بپرسم راجع به همین ماجرایی که گفتن آیا کسی که گناه کرده وقتی توبه میکنه امکان داره آبروش بره؟ توبه کرده ولی از این میترسه که حالا آبروش در خطره، حالا آبروش میره یا نمیره؟ معمولا توبه اون کیفر اخروی رو برمی‌داره. نقش توبه اینه. اما اینکه اگر اثر وضعی بر اون گناه باشه یا در معرض جایی باشه که بخواد آبروریزی باشه، اون دیگه کار توبه نیست. توبه کارش اینه که کیفر اخروی، عذاب اخروی رو از بین میبره. درست. دیگه این شخصی که توبه کرده به خاطر این گناه در آخرت عذاب نداره، اصلا گناه پاک میشه، به جاش یا حسنه نوشته میشه یا اینکه توبه میاد جاش، توبه جای اون گناه نوشته میشه. اما یه اثر وضعی داشته باشه، مثلا فرض کن کسی که شراب خورده بر اثر مستی مثلا رانندگی کرده، تصادف کرده، قطع نخاع شده، حالا توبه کرده، توبهش هم قبول شده، دیگه قطع نخاعی که آره این دیگه دوباره برنمیگرده رو اول که سالم بود، یا یه اثری رو کس دیگه ایر گذاشته، بله اون دیگه برنمیگرده. اگه قابل برطرف کردن باشه که باید انجام بده برطرف، بله. نه که اگر نه برنمیگرده. بنابراین طوری باید رفتار کنیم که پرده دری نکنیم. یه وقت اصلا مخفیانه گناه میکنه، خب گناهه، هم خودش گناه، یه وقت نه، گناه رو آشکار میکنه. این خود پرده دری آشکار، تجاهل به گناه رو شدت میبخشه. اگر اون گناه صغیره باشه با تجاهل به گناه 100% کبیره میشه. مثلا فرض کنیم که گوش کردن موسیقی فرض کنیم گناه صغیره باشه، خب اگر اینو انقدر اون ضبط ماشینشو بلند کرد که تا 50 متر اصلا هم شنیده میشه تو خیابون، این 100% کبیره میشه. عجب. بله. 100% کبیره میشه. بنابراین حالا کسی هم گناه میکنه کاری نکنه که پرده دری نکنه. اگه اینجوری باشه خدا حتما، چون ستارالعیوب دیگه، خدا آبروشو نمیبره، خدا آبروشو میبره. بعضی افتخار میکنن به گناه کوچیکی که میکنن، این گناه رو بزرگ میکنه. 100% اصلا گناه رو آشکار کردن، تجاهل به گناه. حالا نقل گناه هم باز خودش بده، مثلا پیرا نقل نکنم ما که جوان بودیم غلطایی کردن دیگه، اصلا درست نیست آدم گناهی که کرده یه قرار برای این بود که خدا انجام میداد دیگه، این دیگه میشه تشریف‌هایش میشه و این خودش بازی بحث دیگه است. بنابراین اگر خود انسان پرده دری نکرده باشه، اون گناهی کرده خودش آشکارش نکرده باشه، خدا هم پنهان میکنه، چون خداوند ستارالعیوبه. خیلی ممنونم استاد. گفتن بعد از ازدواج برادرم و شرکت در جشن عروسیش، خانواده ما کلاً از همه نظر به هم ریخته. به شدت زندگیمون بی برکت شد و رزق و روزی هم کم شد و بدهکار شدیم، دائم مریض هستیم، همون اندک پولی هم که میاد خرج دکتر و بیمارستان و اینا. کار همه اعضای خانواده‌مون کلاً بسته شده. خواهر بزرگم با وجود تحصیلات و کمالات بالا نه شغل براش شروع میشه و نه اسباب ازدواجش فراهم میشه. دائم مریض هست و باید خرج دوا و دکتر کنه. من و خواهرم چندین مرتبه خواب جن، مار سیاه، گربه سیاه و موش دیدیم که وارد منزلمون شدن. یعنی ما سحر شدیم که این اتفاقات برامون افتاده، یا مثلا دچار چشم زخم شدیم؟ اگه ممکنه توضیح بدین که چجوری رهایی پیدا بکنیم. اولا اینکه این عروسی ها گاهی متاسفانه همراه با گناه است. یعنی اون مقدس ترین کار رو، محبوب ترین کار پیش خدا همین بنای ازدواجه. اینو مبغوض ترین کار برای خدا میکنن. یعنی با دست خودشون شیاطین رو دعوت میکنن تو مجلس عروسی. چقدر بده واقعا. جن رو، شیاطین جن رو، وقتی که اون، حالا من دیگه نمیدونم چی کار میکنن چون من ندیدم، فقط شنیدم تو سوالایی که از ما میپرسن، اون رفتار، اون کارها، اون گناهانی که در عروسی رخ میده، اون زمینه این بدبختی رو فراهم میکنه، شوم میشه، اون ازدواج شوم میشه. اون بله وقتی که انسان
دعوت میکنه، دعوت رسمی میکنه از شیاطین جن تو مجلس خودشون رو میان، وقتی اومدن دیگه بیرون نمیرن اصلا تا همه رو بدبخت کنن. این احتمال وجود داره. باید مجلس عروسی باید پاک باشه. حیف اون محبوب ترین بناها پیش خدا بشه مبغوض ترین بناها. حیفه که ما اون جشنی که بناست توش نسل از کنم شاگرد امام زمان، سرباز امام زمان توش تولید بشه، اون شوم بشه. مطلب دوم که چشم زخم احتمالش هست، مخصوصا اگر خیلی نمود داشته باشه یا عده‌ای از افرادی که چشمشون شور بوده تو اون مجلس باشن، احتمال چشم زخم هست. این احتمال دوم هست. احتمال سوم احتمال سحر هم هست. اما همه اینایی که عرض کردم معناش این نیست که دیگه حالا پس ما دیگه ناچاریم که بسوزیم و بسازیم. نه، شما میتونید با دعا، با صدقه، با توسل، با عرض کنم که قرآن تو اون خونه 4 قول مرتب خونده بشه، آیت الکرسی رو بخونید و تو خونه هم نصب بشه باشه. ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو اهل خانه زیاد بگن تا شیاطین جن فرار کنن. صدقه بدن تا بلاها دفع بشه. صدقه 70 بلا رو دفع میکنه که هیچ کس از همین جنس بلاها رو دفع میکنه. در مفاتی دستور عمل‌های برای بطلان سحر هست، اونا رو انجام بدن. هزینه‌ای نداره، خودشون میتونن انجام بدن و بعضیا فکر میکنن شاید ما انجام بدیم اثر نکنه، پیش یک نفر خبره‌ای، پیش یک نفر صاحب نفسی. چون توی سوالات هم بود مثلا شما جایی رو نمیشناسید معرفی بکنید ما بریم برای بطلان سحر. اتفاقا برعکسه، چون کسی که خودش صاحب درده اون دعا رو از دعاش بیشتر به اجابت نزدیک، از اون دل و از ته دل میخونه. اما اون کسی که پول میگیره اون داره کاسبی میکنه، اون خیلی از رو دل دعا و اون دعا رو نمی‌نویسه. بنابراین نه، خودشون این کار انجام بدن و اثر میکنه. و از اون طرف هم دنبال مسائل علمی هم باشن، به لحاظ تربیتی، به لحاظ روانشناسی، ببینن که آیا گیر و کار کجاست، بخش ناچیزیش از سحره. مثلا فرض کنید حد اکثر 50% مال سحره، اون 50% دیگه رو برن سراغش که فراوان هست. به مشاورین مذهبی مراجعه بکنن. من تاکید میکنم مشاورین مذهبی، چون برخی از این مشاوران روانشناسی لایک سکولار اونا حرفاشون ما قبول نداریم، بعضی حرفشون خلاف شرعه. برخی از پیشنهادایی که میکنن برای رفع یک مشکل روانی بدتر ایجاد میکنه. درسته. گناه هم خب معلومه که روان انسان رو به هم میریزه. اما مشاورین مذهبی اینجوری نیستن، چون میگن در چارچوب مذهب است، باید از طریق علمی هم حلش کرد. شما این علم رو، حالا علم روانشناسی، جامعه شناسی، همین مشاوره و اون چه که علوم تربیتی عرض میکنم، اینها خیلی مؤثره و گاهی همینها مشکل رو حل میکنه. چون که اگر بیماری جسمانی داشته باشن حتما به پزشک مراجعه کنن. ضمن که دعا میکنن، صدقه میدن، 2 تا عامل رو باید همزمان به کار بگیرن و این دستور خدا هم هست. سنت خدا هم همینه که هم دعا کنیم هم دارو مصرف کنیم. خیلی ممنونم. ببینید اینو یک عالم مبلغ دین داره توصیف میکنه، قابل توجه خیلیا که مبلغ دین این رو بعضی وقتا متهم میکنن به یه سری مسائل، دارن میفهمن کاملا مبتنی بر علم باید توی این مسائل ورود کرد. درسته؟ بله. خب گفتن که اگه کسی بسیار به سحر و طلسم و جادو و جن و اینا فکر کنه، آیا ممکنه کم کم اینا به واقعیت تبدیل شه؟ میگن زیاد مثلا به جن فکر نکنیم میاد سراغتون. این در واقع همون تلقین منفی است که حالا بعضی محض قانون جذب رو مطرح میکنن که ما اون قانون جذب رو کلیتش رو قبول نداریم، اما تلقین رو قبول داریم. با تلقین انسان میتونه نبود رو بود کنه. یعنی به خودش تلقین میکنه نکنه اینجا من تنها هستم، یه وقت جن بیاد، این تلقین هی شدید و شدیدتر میشه، بعد یه نفر میاد میگه من جنم، بعدم شروع میکنه کتک زدن، یا کتکش میزنه، وقت رو بدنش هم آثار کتک خوردگی هست، در حالی که هیچی از ریشه نبوده. یعنی با تلقین حتی این اتفاق هم حتی بدنش مجروح میشه، بدنش از کنم آسیب میبینه. پس تلقین، این تلقین منفی. ولی در ما در روایات، در آیات، اصلا دستور اسلام اینه، خود پیامبر همیشه اهل تفعول بودن، این تلقین مثبت. هر حادثه که رخ میداد یک تعبیر، یک
تحویل یک مبرر مثبتی براش میتراشیدن. حالا این کلاغ پرید، ما هم مثل همین کلاغ پرواز میکنیم، حتما برنده میشیم، حتما پیروز میشیم. اما تطیر که چه فعل منفی باشه و تلقین منفی باشه و انرژی منفی تزریق کردن مورد قبول اسلام نیست. این خودش یک نوع انرژی منفی است که انسان به خودش تزریق میکنه. این انرژی کار خودش میکنه. بله. پس بله، باید ما فکرمون فکر مثبت داشت. یکی حالا روزی هم عرض کردم، تو همین جلسه عرض کردم، روزی ممکنه روزی مادی باشه، ممکنه روزی معنوی باشه. تو روایت داریم که یکی از چیزهایی که روزی رو زیاد میکنه خوشفکریه، نیت خوبه، فکر خوبه. فکر خوب روزی رو زیاد میکنه. حالا هم روزی مادی رو زیاد میکنه، هم روزی معنوی رو. پس تلقین، بله تلقین اثر داره و باید دقت کنیم. اما این که حالا کسانی خیال بافی میکنن و خیال بافی هاشون بخواد محقق بشه یا نه، اونا نه، فقط همین تلقین که عرض کردم تاثیر داره. یه کتابی میخوندم، داستان خارجی بود، یه واقعی بود، اتفاقات واقعی رو نوشته بود. بنده خدای توی کوپه قطار گیر میکنه، درو میبنده، بعد میبینه که نوشته که اینجا برای فریز گوشت و ایناست، سردخونه است این کوپه قطار. بعد اونجا درو میاد باز کنه بره، میبینه درم قفل شده. بعد احساس سرما میکنه و شروع میکنه خاطراتش رو نوشتن، من الان دارم کم کم یخ میزنم و میمیره. بعدن میان میبینن آقا اصلا کلا سیستم سرمازایی اونجا خراب بوده، برودتی نمیداده، ولی این چون اونجا نوشته بوده اینجا سردخونه است، فکر کرده واقعیه و داره کار میکنه و میمیره. ببینید تایید فرمایش شما، واقعا تلقین حتی ممکن آدم بکشه. بلا بر خدا. بریم، هنوز 3 روز باقی مونده برای کسانی که میخوان بیان سر سفره کریمانه حضرت و یا استفاده کنن یا مشارکت داشته باشن، ثوابشو ببرن. این بخشو ببینید و برمیگردیم ادامه میدیم. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی زود امیدوارم دستان شما گره بخوره به ذریح مطهر عزیز بانویی که علامه طباطبایی کل ماه مبارک رمضانشون رو با بوسه به این ذریحی که شما دارید نگاه میکنید افطارشون رو باز میکردن. تو کل ماه مبارک رمضان هر روز می اومدن میبوسیدن، نماز میخوندن، زیارت میکردن، بعد میرفتن منزل افطار میکردن، یعنی غذا میل میکردن. افطارشون رو اینجا با بوسه به ذریح باز میکردن. ان شاءالله قسمت شما بشه. خب ما یه چند تا سوال دیگه هم بپرسیم بعد بریم سراغ مناسبت فردا. گفتن سلام، برادر خانومم مدتیه میگه تو خونه ما جن هست، وسایل خونه‌ش رو میشکنه، بهش میگیم چرا این کارو میکنه، میگه جن‌ها بهم میگن بشکن. بله، بچه‌ها که تحت تاثیر و تحت تسخیر جن قرار میگیرند، هرچی اونا میگن انجام میدن. اونایی که میگیم دیوانه شد مثلا کاری که انجام میدن، در واقع اونا دستورات همون شیطان جن هست. عجب. امکانش هست، منتها این امکان انقدرها قوی نیست. اینا باید حتما به روانشناس، به روانپزشک مراجعه بکنن ببینن که راهی براش وجود داره یا وجود نداره. ولی این قدرت رو شیاطین جن دارن نسبت به انسانایی که ضعیف‌تر هستن، به چنین سلطه‌ای رو براشون داشته باشن. ما هم مواردی بود که من بهش میگفتم مثلا این ذکر رو بگو، میگفت نمیتونم، میزننم اگه بخوام بگم، کتکم میزنن، نمیذارم بگم. میگفتم باشه کتکت بزنن، کتکم میزنن، شما بگو ذکر رو بگو تا. بله گاهی این اتفاق میفته و وقت کارهایی بهشون، اولش هم کارهای خوب بهشون میگن که کاملا مسلط بشن، بعد دیگه شروع میکنن
کفر و کفریات و این چیزها. الله بر خدا. گفتن شخصی که طلسم برای شخص دیگری انجام میده یا این تو زندگی خودش هم تأثیری داره؟ قطعا، چون داره گناه میکنه. گناه هم وزر و وبال دنیوی داره هم اخروی و این گناه کبیره. و لذا شما ببینید کسانی که خب این هنر رو دارن، این علم رو دارن، همیشه 8شون جلو 9شونه، در حالی که پولهای هنگفتی هم از مردم میگیرن و هرگز عاقبت به خیر نمیشن. عجب. گناه نمیذاره که انسان بخواد حتی دنیاش هم درست باشه. و چون سحر، تأکید میکنم، گناه کبیره، از خیلی از گناهان دیگه بزرگتره، این اثر دنیوی هم دارد گرچه عمدش آخرت، چون که حد شرعی هم داره که عرض کردیم جلسات پیش که حدش هم اعدامه. یعنی برای حاکم شهر ثابت بشه که این داره سحر میکنه باید اعدامش بکنه. این تأثیر در زندگی دنیویش هم داره، حالا چه مادی چه معنوی. حداقل اینه که اون شیاطینی که باهاش سر و کار دارن اونا مفتی که کار نمیکنن براش. بله. باید چیزهایی بهشون بده. بله، باید چیزهایی به اونها بده. چی به اونها بده؟ ایمان مردم رو، ایمان خودش رو. آخر ایمان خودش هم ازش میگیرن، چون اون چه که مطلوب شیاطین جن هست ایمانه. اون بیشترین چیزی که براشون خیلی دوست داشتنی است و میخوان ایمان انسان هست. کسی که با اونا همکاری میکنه، اونها رو به جون مردم میندازه، اونا بی خود که براش کار نمیکنن. سوخت حرکت اونا ایمان ما هست، خواستشون. و لذا هنگام مرگ که میشه شیطان سنگ تموم میذاره. همه این روحاشو جمع میکنین. عدیله اندالموت تو مفاتیح داریم، تو یه دعای عدیله هم داریم. معناش هم اینه که موقعی که انسان در حال احتضاری که حالا موقع دستش از هم جا کوتاه شده و ضعیف، توانی نداره، شیطان همه این روحاشو بسیج میکنه تا بتونه ایمان این شخص رو سرقت ببره. این که دستوراتی داریم راجع به این که هنگام احتضار چنین کنین چنان کنین و خیلی دستورات خوبی هم داریم. متاسفانه الان اکثر انسان ها در بیمارستان ها فوت میکنن و بیمارستان هیچ کدام از این کارها انجام نمیشه. نه رو به قبله میکشن که واجبه، نه شهادتین تلقین میکنن، نه ذکری، نه دعایی، نه یاسینی، نه صافاتی. اونا همه برای اینه که شیاطین جن رو اون لحظه دفع کنن که ایمانش رو به سرقت نبرن. خیلی ممنون. شما روزهای قبل فرمودید حرز امام جواد رو توصیه کردید برای که راه دفع سحر. گفتن از کجا میشه حرز امام جواد معتبر رو تشخیص داد؟ بعدش هم این که حتما باید دور بازو باشه، نباشه رو پوست، نمیدونم چی باشه، ایناش هم توضیح اونا محسناتشه. به بازو راست ببندن خوبه، نباشه تو جیبشون باشه، تو گردنشون باشه، اشکال نداره. حالا پوست آهو باشه خوبه، نباشه کاغذ باشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم اگه رو کاغذ نوشته دیگه حرزیت نداره. اونا محسنات. بله. اما اینکه از کجا باید ما اون چیزو پیدا کنیم که خب من خبر ندارم که کجاها میفروشن چیزی هست، اما اینکه از کجا تشخیص بدیم، متنش تو منابع معتبر ما هست. همون حرز کوچیک که تو مفاتیح هم هست، همون حرز مفصل‌تر که تو منابع ما هست. یک تو اینترنت سرچ کنن و تطبیق بدن، ببینن این ما به منابع معتبر مراجعه کنن ها. مثلا عرض کنم که کتاب مصباح کفعمی یا کتاب از این دست که مورد اعتماد هستن به اون، یا کتاب‌های مرحوم سید بن طاووس، اقبال الاعمالشون دیگه کتاب تو اقبال نیست مطلب، اونجاها مراجعه کنن، تطبیق بدن. اگر تطبیق کرد خب درسته، اگر نبود معلومه که معتبر نیست. خیلی ممنون. محل زندگی جن‌ها کجاست؟ آیا ممکنه تو خونه زندگی ما هم زندگی کنن؟ خب اگه من جواب بدم مخاطبین ما همه خونه‌هاشون فرار میکنن، همه میترسن. هر جو دوست دارین سلام میدیم جواب ندین. من سوال مردم بود. اونا مثل انسان ها در همین زمین زندگی میکنن. البته آسمان ها هم میتونن برن، تا تولد حضرت عیسی تا آسمان هفتم هم میرفتن. با تولد حضرت عیسی دیگه از آسمان چهارم به بعد ممنوع شدن. با تولد پیامبر اعظم از همین آسمان اول به بعد دیگه محدود شدن، ممنوع شدن و اگر برن با شهاب ردگیری میشن و تیربارون میشن. همین مثل ما در همین بین ما زندگی میکنند و منتها دو دسته میشن. یکی جن مؤمنه که هیچ ارتباط، هیچ علاقه به ارتباط با انسان نداره، زندگی خودش میکنه و کار خودش میکنه، هیچ مزاحمتی هم برای انسان ها نداره. یکی اون جن کافری که به شیطان میگیم، اونها گاهی مزاحمت ها ایجاد میکنن. این که حالا کجا هستن، اونا مثل انسان زندگی میکنن چون مکلفن، مثل ما باید تکالیفشون انجام بدن و الی آخر
جای خاصی مثلا میریم تو کره مریخ زندگی میکنن، تو کره مثلا فرض کن زحل زندگی، نه همین رو زمین زندگی میکنن، همین خونه. حالا دوستان توجه شما اونجایی که موسیقی باشه فراوان میرن، اونجایی که قرآن باشه فرار میکنن، اونجایی که قرآن پخش میشه اونا تحمل نمیکنن. جایی که محل تجمع انواع گناه و فساد، اونجایی که گناه هست اونا اونجا زیادن. اونجایی که آلودگی کثافت هست، مثلا ظرفا رو نمیشونن، لباسا رو نمیشونن، نمیدونم کثافت جمع میشه. جاهایی که کثیف و مرطوب و عرض کنم گرم و مرطوب، اونا اونجا زیاد هستن. معمولا طبقات بالاتر چون از آتش میره بالا دیگه. بیشتر دیگه. حالا دوستان دیگه اینا نگه. منظورتون موسیقی‌های حرام بود دیگه آقا؟ بله موسیقی حرام. نه سرودهای آره میگم موسیقی حرامی بله که بله قناس و اینا، موسیقی و چیزایی که شاید دوست دارن که بشنون باشن. خب یه چیزی هم من بگم، حالا این سوال تو اینا نبود ولی پیش اومد، فکر کنم سوال خیلی هم باشه. شما فرمودید خیلی ها از جنای کافر استفاده میکنن، استفاده های مطلوب شیطان. از این طرفش هم هست مثلا کسی از جنیان مؤمن، مثلا شما فرمودید اسرائیلی‌ها تشکیلاتی دارن از جنیان کافر استفاده میکنن برای اطلاعات و فلان کاری که میکنن. اینور ماها جبهه حق این امکان رو نداره که از جنیان مؤمن استفاده کنن. چرا استفاده میکنن؟ حتی ائمه علیهم السلام از این استفاده میکردن. راوی جابر بن یزید جوفی بود، نامه دید نزدیک کوفه بهش داد، دید مهر نامه تازه‌ایه، بهش گفت که شما کی از مدینه حرکت کردی؟ اون قاصد که نامه رو آورد از خدمت امام باقر علیه السلام بهش گفت کی نامه رو شما کی از مدینه حرکت کردی؟ گفت بعد از نماز عصر. حالا هنوز مغرب نشده بود. گفت بعد از نماز عصر از مدینه حرکت کردی، حالا الان اینجا کوفه ای؟ گفت بله من از برادران جن شما هستم، امام باقر منو مأموریت داده که این نامه رو به شما بدم، چون مسئله خیلی حتی ضروری و حساس بود. گاهی ائمه علیهم السلام استفاده کردن، گاهی خدمت امامان میرسیدن، خدمت امیرالمومنین اومدن دستور عمل از حضرت خواستن. نمیدونم فرصت هست من این جریان رو بگم یا بذارم برای یه جلسه دیگه؟ فرصت هست الان فرصتمون خیلی کمه چون میخوام راجع به موضوع فردام صحبت کنم. میخوام بذاریم بقیه‌شو برای فردا. بله ائمه علیهم السلام و عرض کنم که مراجع و بزرگان ما هم اگر ضرورت داشته باشه میتونن استفاده بکنن، استفاده میکنن. خیلی خوب. فردا روز جهانی قدسه. شاید امام خمینی که البته خوبی احتمال رو میدادن، شاید خیلی همون فکر نمی‌کردیم سال 58 اولین ماه مبارک رمضان بعد از انقلاب که حضرت امام آخرین جمعه ماه مبارک رو روز قدس اعلام کردن، یه روزی برسه مثل امروز بالای 80 کشور تو دنیا روز جهانی قدس راهپیمایی کنن، مثلا تو این سالهای اخیر بیشتر، حتی کشورهای غیر مسلمان تو نیویورک و نمیدونم پاریس و لندن و فلان. و راجع به اتفاق مبارکی که فردا قراره بیفته و راهپیمایی روز قدس و تأثیرش و این حضور مردم واقعا چه تأثیری میتونه داشته باشه، الان اینو صحبت بفرمایید. ممنون. اینو از چند جنبه میشه نگاه کرد. که از جنبه سیاسی خب معلومه که از 3 دقیقه یک حرکت سیاسی 3 دقیقه یک حرکت سیاسی بسیار قوی است و در واقع باعث تقویت نظام ما، چون امام پایه‌ریزی کردن، باعث تقویت رهبری ما و تشیع میشه. این از حیث سیاسی که حالا یه بعد سیاسی داره، یک بعد اجتماعی داره. به هر حال یه عده مظلوم دارن لطه پار میشن. ما انسانیم، انسان باید دلش بسوزه، اگه نسوزه معلوم که انسان نیست. از جنبه اجتماعی، از جنبه اخلاقی و تربیتی هم خودم بازی حوزه دیگه است. یک بعدش جنبه ثواب و جنبه شرعیشه. آیه 120 سوره توبه رو دوستان بخونن. ما کان لاهل المدینه و من حوله ان یتخلف عن رسول الله و ان یرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم لن یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار. گامی بر نمیدارن فردا، قدمی بر نمیدارن که کفار رو به غیظ وادارن. هر نفری که فردا تو این راهپیمایی شرکت کنه، هر قدمی که برمی‌داره باعث غیظ شیاطین میشه. قطعاً باعث غیظ الا کتب بهی لهم عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. به خاطر این قدمی که برمی‌داره یه عمل صالح در نام عملش نوشته میشه. چرا؟ چون خداوند اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. این انسان محسنه، نیکوکاره. همینطوره. کسی که فردا شرکت کرده در این راهپیمایی، این از جنبه
دینی دوستان بخونن اون آیه که من خوندم، آیه 120 سوره مومنون رو بخونن و تفسیرش رو ببینن. گامی که شما فردا برمی‌دارید قربتن الله حتما بدیش بردارید، ان شاءالله برمی‌دارید، به ازای هر گامی خداوند حسنه به شما خواهد داد. کتب نوشته شده است تو نامه عملش یک حسنه. چرا؟ چون کفار رو به قیض آورد. بله. چون آمریکا رو ناراحتش کرد، شیاطین اسرائیل رو ناراحت کرد. بنابراین از این حیث هم مسئله قابل توجه هست. از این حیث هم که ما مسلمانیم، پیامبر فرمودن من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. کسی که بشنود که یه عده میگن آی مسلمان ها بدادن برسید، اون کنه مسلمان هم نباشن ها، ولی من اون ینادی هر کس باشه، میخواد مسلمان باشه میخواد کافران، نه که مسلمانن، فریادشون هم گوش فلک رو کر کرده، فریاد کمک خواهی فلسطینی ها. اگه کسی به دادشون نرسه پیامبر فرمود این مسلمان نیست. مسلمان نیست این توضیح داره، نه اینکه مثلا کافر نجسه. این تسلیم حق نیست. تسلیم حق اون کسی است که از هر جهتی ما نگاه میکنیم به این قضیه میبینیم کار مهم نیست. انشالله با دهن روزه با وضو و غسل جمعه قربتن الله شرکت میکنیم و میذاریم به حساب خدا هم برای ما ان الله لا یضیع اجر المحسنین تو همین آیه داره. خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کند. خیلی خوب. من میگم ما از اول ماه رمضان کلی نماز خوندیم، دعا خوندیم، روزه گرفتیم، شبای قدر رو پشت سر گذاشتیم. الان اگر برای این بالای 50,000 نفری که مظلومانه شهید شدن که بالای 70% بچهای انقدی و زن و بچه بودن کشته شدن، معصوم بیگناه، اگر برای اینا ککمون هم نگزه، کوچکترین کاری که میشه کرد یه 4 قدم پیاده روی کف خیابون و 2 تا شاردنی این کارم نکنیم، باید تو عبادتایی که تا حالا از اول ماه رمضان تا اینجا انجام دادیم یه ذره شک کنیم که آیا این واقعی بوده نبوده. نظر شخصی. عرضم حضورتون که دعا بکنید، خداحافظی کنید. رب صل علی محمد و آل محمد. خدا به حق امام زمان علیه السلام این گفتنها و شنیدنها، این تلاش‌هایی که در جهت تعلیم و تعلم اسلامی به انجام میرسد از بهترین عبادات این جمع و عزیزان بیننده مقرر بفرما. الهی آمین. دلهای ما به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت نورانی فرما. ماها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و اطاعت جدا نفرما. الهی آمین. فرزندانمون نسلن بعد نسلن بهترین مسلمان ها قرار بده. الهی آمین. جوانهامون از شرور آخر الزمان، از شر شیاطین جن و انس، از شر فضای مجازی در پناه امام زمان محافظت بفرما. الهی آمین. شر و مکر دشمنان اسلام ویژه آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. الهی آمین. توفیق شرکت در راهپیمایی فردا به همه ما مرحمت بفرما. الهی آمین. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. الهی آمین. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرما. الهی آمین. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بده. الهی آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم استاد محمدی شاوردی عزیز. ماییم و شکوه نصر ان شاء الله، قدس است و شکست هست ان شاء الله، یک جمعه نزدیک نصلی فی القدس همراه امام عصر ان شاء الله. به برکت باز هم صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا یا حق. خداحافظ. اللهم صل علی محمد.